بهترین کیس گیمینگ تا رنج قیمتی 120 میلیون تومان این سیستمیه که اینجاست و میخوایم لیست قطعاتش رو بهتون معرفی کنیم. سلام، به امان مظهر شاب، خوش اومدید به ویدیو دیگه از چنل ما. تو این ویدیو گفتم قراره چیکار کنیم، سیستم رو بهتون معرفی میکنیم که سیستم فوق العاده خوبیه، میان رده رو به پرچمدار بودنه و در کل برای 2K گیمینگ و 4K گیمینگ میتونید ازش استفاده بکنید. برای رندرینگ و کار ادیت هم راحت براتون جوابگوه. بریم سراغ معرفی قطعات. قبل اینکه ویدیو رو شروع کنیم خوشحال میشم که چنل رو ساب کنید، ویدیو رو لایک کنید و اگرم سوالی داشتید کامنت بذارید برامون، میخونیم و بهتون جواب میدیم. لیتس گو. قطعه اول مادربرد که از برند ایسوس انتخاب کردیم، سری پرایم و مدل X870P که جدیدترین و قوی ترین CPU های AMD رو میتونید به راحتی روش ببندید و هیچ مشکلی نداشته باشید، چون میتونه از طریق مدار قوی که داره قشنگ برق هر CPU رو تامین بکنه. سوکتش M5 و برای CPU های سری 7000، 8000 و 9000 جوابه و توی قسمت رم هم بازم شاهکار این مادربرد. چرا؟ چون که 4 تا اسلات رم داره و در مجموع 256 گیگابایت رم رو میتونید روش قرار بدید و تا فرکانس 8000 مگا ترانسفر هم بوست بشه. بخش بعدیش هم میشه استوریج که بازم اینجا عالیه. 4 تا اسلات M2 دارید، یه دونش PCIe 5، 3 تا PCIe 4 و 2 تا هم SATA. اون PCIe 5 که بهتون گفتم میتونه قوی ترین و پر سرعت ترین M2 های بازار رو ساپورت کنه روی نهایت سرعت خودشون و در کل این سیستم چون با این مادربرد بسته شده دید ارتقا رو داشتیم که بعداً کاربرش خواست ارتقا بده به قطعات بهتر و قوی تر. روی خود برد و بکش پورت‌های تکمیلی رو دارید و از هر ساپورتی که نیاز داشته باشید بهره مندید. قطعه دوم رایزن 5 9620X که بدون حریف توی رنج قیمتی خودش، البته برای گیمینگ 6 تا هسته دارید، 12 تا رشته، فرکانسش تو عدد پایه 39 گیگاهرتز که اگه بوست بشه تا 54 گیگاهرتز میتونه بوست بشه. فرکانسش عالیه. البته با توجه به این فرکانس بالا کلا TDPش توی ماکسیموم حالتش به 110 وات میرسه. توی حالت بیس یا پایه خودش که حالا استفاده زیادی یا بار کاری زیادی روش نباشه 65 وات کلا. کش L1 480 کیلوبایتی، کش L2 6 مگابایتی و کش L3 نسبت به قیمت خودش باز حجم 32 مگابایتی رو داره که این کش L3 نشون میده که برای گیمینگ واقعا CPU خوبیه. دو تا چیزی که نباید از قلم بندازیم، اول اینکه معماریش Zen 5 و از تکنولوژی پرسیژن بوست 2 بهره مند شده که روی اون فرکانس عملکرد داره که تکنولوژی خوبیه به نظر من. هر جا که لازم باشه در کسری از ثانیه فرکانسش بالا میره. همین قضیه هم بیشتر باعث میشه که TDP یا تولید حرارت این CPU بهینه‌تر باشه نسبت به مخصوصا CPU های اینتل که حتی اگه شما 13400 یا 14400 رو بگیرید 30 وات از این بیشتر برق مصرف میکنن، گاهن 38 وات. این CPU از طریق یک کولر گیمدیاس بورئاس ایوان 410 خنک میشه که در کل TDP خوبی رو میتونه دفع کنه نسبت به قیمتی که داره و از ARGB هم بهره مند شده و هیتینگش هم آلومینیومیه. شاید براتون سوال باشه از چه رمی استفاده کردیم. رمایی که ما بستیم روی این سیستم از برند ایدیتا سری XPG گیمینگ که سری XPG همون گیمینگ ایدیتا حساب میشه. حالا دوبارم گفتم ولی خب لنسر و 2 تا ماژول 16 گیگابایتی رو داریم، در مجموع 32 گیگابایت با فرکانس 5600 مگاهرتز که به بلو اسکرین نخوریم. یه محدوده امنی داریم برای این قضیه. CL46 تاخیرش کم حالا شاید بگید بالاست ولی خب اوکی از نظر من، مشکلی نخواهید داشت قطعا و از AMD EXPO و XMP3 اینتل به راحتی پشتیبانی میکنه و با همه مادربردها مچ میشه. برای بخش استوریج و هاردش ما اومدیم از یه SSD توی لکسار NM620 استفاده کردیم. 1 ترابایت، سرعت رید و رایتش به ترتیب 3300 و 3000 مگابایت. PCIe 3 حالا درسته برای مادربرد جایزه که ما بیایم M2 خیلی قوی تری بندازیم با سرعت بالاتر، ولی خب این جدا از اینکه جوابه قیمتش هم مناسبه. روی این کانفیگ تا این قیمت همین بهترین حالتیه که اگه بخواید M2 ببندید. از بابت طول عمرم خیالتون راحت باشه چون میتونید 1 میلیارد و 500 هزار ساعت باش کار کنید. تامین برق کل قطعات از طریق بدون پاور یا منبع تغذیه هیدرو جی پرو 750 وات تامین میشه که از استاندارد 80 پلاس گلد برخورداره. استاندارد خوبیه. راندمان کاریش 90% به صورت میانگین و فول ماژولاره. روی کیبل منیجمنت میتونید بیشتر روش مانور بدید و هر کابلی که خودتون میخواید رو بهش کانکت کنید. بعد پاور میایم سراغ کارت گرافیک، جایی که ما از یه RX 6800 استفاده کردیم
با 16 گیگابایت ویرم GDDR6 و چون گیگابایت گیمینگ OCE فرکانسش تا 2155 مگاهرتز میتونه بالا بره. فرکانس خوبیه توی گیم مود. 2105 مگاهرتز و 3840 هم هسته استریم داره که نشون دهنده اینه که برای رندرینگ و ادیت ویدیو مناسبه. گرافیک کلا 250 وات مصرف داره که ما از طریق دو تا کانکتور 8 پین برقش رو تامین کردیم. مصرف برق بهینه‌ای اگه نسبت به کارت‌های انویدیا بخواید حساب بکنید. گفتم برای 2K و 4K گیمینگ که عالیه جوابه، حتی روی گیم مثل سایبرپانک با ری تریسینگ، حتی برای ادیت ویدیو روی پریمیر و داوینچی بازم عالیه. برای رندرینگ و کار مهندسی هم که میتونید خیلی راحت ازش استفاده بکنید و خروجی بگیرید. واقعا لاجیکی 3714 مدل کیس، همونجور که میبینید یک کیس آکاریومی خیلی زیباست، از کف 3 تا فن 120، از بک کیس هم یه دونه فن 120 و از پنل بغل یا ساید کیس هم 3 تا فن دیگه میتونید ببندید. کولر 360 میخوره و تا 24 سانتی متر هم فضای نصب پاور. 41 سانت هم میتونید کارت گرافیک ببندید که در کد ساپورت مناسبیه. فضاش هم خوبه، کولینگ رو میتونه به بهترین شکل براتون انجام بده با توجه به اینکه از تاپ یا بالا خودش فن نمیخوره. مادربردهای با فرم فاکتور مایکرو ATX، ITX و ATX و ATX BTF میشه روش بست. چرا؟ چون که از بک کیس میتونید راحت کیبل منیجمنت انجام بدید و مادربردهای سری BTF هم میشن همونایی که از جلو کیبل یا کابل نمیخورن و کل قضیه میره روی بک کیس یا پشت کیس که این 3714B این کار رو به درستی انجام میده. و اینم لیست خطات کیس 120 میلیون تومانیمون بود. تکرار میکنم، قابل ارتقاست چون روی مادربرد بودجه بیشتری صرف شده. میتونید قوی ترین پردازنده های AMD رو روش ببندید مثل 9950X و X3D و همین. اگر سوالی داشتید گفتم کامنت کنید. اگرم ویدیو مفید بود لایک و سابسکرایب فراموش نشه، برای ما حمایت خیلی بزرگیه. و تا یه ویدیو دیگه بدرود. فعلا خدا نگهدارتون.